بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه و سلم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان گرامی، حدیث را سخن دوام می‌دهیم درباره همون 4 کلمه ای که عنوان کردیم، همون فایده ها و فضل همین 4 کلمه را باز می‌بریم. و عن ابی هریره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم. از ابی هریره راضی باشد از او الله عز و جل فرمودند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند: من قال حين یأوی الى فراشه، کسی که هنگامی که پیش انکیمون جای خوابش میبیاد و خواب رفتنی میشود میگوید که لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. لا اله الا الله وحده لا شریک له، میدونیش نیست معبود به حق شایسته عبادت مگر الله یگانه ای که شریک ندارد. برای او ملک همه ملک است و برای او همه ستایش است و او به همه چیز قادر است، تواناست. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. باز بگوید که لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. همین کلمه ها را بگوید. غفرت له ذنوبه او خطایاه، عفو کرده می شود، بخشیده می شود برای او گناهانش یا که خطایهاش. و این کانت مثل زبد البحر، اگر چندی که گناهاش و که خطایهاش مثل چی باشد؟ مثل خفی بحر باشد، الله عز و جل می بخشد. این بر حدیث امام ابن حبان در صحیحش آورده است و امام شیخ البانی تاز که حدیثی صحیح است، رقمش 607 رقم در صحیح ترغیب. باز حدیثی دیگر از عباده ابن صامت رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم قال. از عباده ابن صامت راضی باشد از او الله، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: من تعار فقال لا اله الا الله وحده لا شریک له، کسی که در شب از خواب بیدار شد فقال، پس گفت لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. ثم قال اللهم اغفر لي او دعا استجيب له فان توضأ وصلى قبل الصلاة. خلاصه گپ، کسی میگه از شب بیدار شد و همین کلمه ها را باز گفت، باز نمبر کردیم. پس در آخر گفت که اللهم اغفر لی، ای بار خدایا گناههای مرا بخش. او دعا، یا که دعا کرد، الله دعای او را قبول میکند، دعای او را استجابت میکند، دعای او را پاسخ میدهد. فان توضأ و صلى، اگر که باز طهارت کرد و نماز گذاشت، قبلت صلاته، طهارت کرد و نماز گذاشت و نماز خواند، نمازش ان شاء الله قبول میشود. باز حدیثی دیگر از عن عبد الله رضی الله عنه قال. از عبد الله رضی الله عنه فرمودند قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که ان الله قسم بینکم اخلاقکم كما قسم بینکم ارزاقکم. هر آینه الله تقسیم کرده است بین شما اخلاقتانه، یعنی که هر یک هست بخش اخلاق دارد، الله هم اخلاق تقسیم کرده برای شما، یکی اخلاقی بد دارد، یکی اخلاقی نیک دارد. کما قسم بینکم ارزاقکم، چخیلی که الله عز و جل بین شما رزق و روزی را تقسیم کرده است، بعضی از بای است، بعضی کم بغل است، بعضی میانه است، خلاصه تقسیم کرده است. هم خیلی که اخلاق میگن، اخلاق یعنی که اخلاق تقسیم کرده است. و ان الله یعطی الدنیا من یحب، هر آینه الله عز و جل میدهد دنیا را، در روایت میگه مال، دنیای مال، چیز مال، چیز دنیایی را میدهد برای کسی که دوست می‌دارد. الله عز و جل مال دنیا را یا که دنیا را میدهد برای کسی که دوستش می‌دارد. و من لا یحب، و دوستش نمی‌دارد، یعنی دنیا را میدهد به کسی که دوستش می‌دارد و دوستش نمی‌دارد، به هر دوش میدهد الله عز و جل، به آن کسی که دوستش می‌دارد و آن کسی که دوستش نمی‌دارد. ولا یعطی الایمان الا من احب، و ایمان دین نمیدهد مگر برای آن کسی که جز او را دوست می‌دارد. یعنی ببین، دنیا را به کسی خواهد بد است، خوب است، نیک است، بد است میدهد الله عز و جل، ولی ایمان به اون کسی میدهد که او را فقط دوست می‌دارد. فمن ظن بالمال ان ينفقه، پس کسی که بخیلی کرد در مال برای نفق کردنش، یعنی بخیل بود، نفقه نکرد، مالی که داشت نفقه نکرد. و خاف العدو ان یجاهده،
و ترسانچک بود، بیم داشت از دشمن، بر ضد دشمن جهاد نکرد، ترسانچک بود، بیم داشت. و هاب اللیل ان یکابده، و در شب نخیست و نماز نگذاشت، ذکر نکرد، شب خیزی نکرد، شب از زنده‌داری نکرد. فلیکثر من قولی، پس چیکار کند؟ همین خصلت‌ها خوی‌ها را که داشته باشد چیکار کند؟ فلیکثر من قول، پس افزایش دهد، پس بسیار بگوید. چرا؟ از قولی، چرا؟ سخنان، چرا؟ همین سخنان، همین 4 کلمه را، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. بین حتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم بین به چی برابر میکنه این کلمه ها را؟ یعنی انسانی که همین خصلت ها را دارد، ترسانچک است و بخیل است و شب نمیخیزد، پس همین کلمه 4 کلمه را انسان باید چی؟ بسیار بگوید، از تحت دل بگوید، معنای این حس کند و فهمد، پس بگوید الله عز و جل چی؟ به همین چیز برابرش میکند. همین خوفی از او را میبرد، بخیلیش میبرد.